محترم جماعت، پروردگار عالم در محکم قرآن کریم می‌فرماید که این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکن. مثال عیسی در نزد پروردگار مثال آدم است، بلکه آدم و خلقیت آدم عظیمتر و بزرگتر است نسبت خلقیت عیسی علیه السلام. چون اگر خداوند عزوجل حضرت عیسی را بی پدر و قدرت خود به دنیا آورده باشد، حضرت آدم را بی پدر و بی مادر آفریده است. برای چی ما آدم را فرزند خدا نمیگوییم، روزی تولد آدم را جشن نمیگیریم و اما در حق عیسی غلو کردیم؟ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. عیسی پسر مریم کسی نیست مگر او پیغمبری هست که از او پیشتر پیغمبران در این دنیا زندگی کرده بودند. و امه صدیقه، مادر عیسی حضرت مریم یک زن خداترس و صالحه است. کانا یاکلان الطعام، آنها طعام میخورند. طعام که خود حاجت به طعام دارد. پروردگار آن طعام نمیخورد، بلکه برای تمام دنیا، برای تمام مخلوقات و موجودات پروردگار طعام میدهد، رزق میدهد. پروردگار آن میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انسان ها را برای آن آفریدم که مرا پرستش کنند، عبادت کنند. ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون. من از آنها طلب نمیکنم که مرا رزق دهند و برای من طعام دهند. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پروردگار خودش رزق دهنده است و صاحب قوت بزرگ است. بنابراین حضرت عیسی و مادرشان خدا میگه کانا یاکلان الطعام، آنها طعام میخورند. طعام که خوردن حاجت به حاجت خانه پیدا میکنه. خود خداوند بزرگ یعنی همین گونه باشد. ما اتخذ الله من ولد، خدا فرزند نگرفت. و ما کان له من صاحب و ما کان له صاحبه، خدا همسر نداشت. بلکه الله تعالی از زن و همسر و هممیزه و مانند پروردگار عالی و بزرگ است. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر عما یؤفکون.